چرا باید به گارد جاویدان پیوست؟ با دانستن فلسفه و تاریخ گارد جاویدان میتوان به چرایی این پرسش اندیشید و آن را میتوان هم از دیدگاه شخصی برجسته و سیاستمدار و هم از دیدگاه یک شهروند جامعه که لقب و عنوان خاصی به جز ایران دوستی و میهن پرستی ندارد به بررسی گذاشت. من دیدگاه دوم را برای نوشتارم برگزیدم چون باور دارم که تاکنون ایران با همه شکوه و زیباییش در دستان پرتوان ایرانی‌های دلاور و دانای گمنام نگاه داشته شد تا به دست ما برسد. در نخست می‌خواهم گذری کوتاه بر نقش فرمانده و ملت و تأثیر آنها بر همدیگر داشته باشیم. رضا پهلوی، شاهزاده، پادشاه، پدر ایران و هر عنوان و نامی که در ذهن شماست را میخواهم از دیدگاه یک انسان درد کشیده ایرانی ببینیم. ایشان در طول دهه‌هایی که برای همه پر از درد و رنج بوده، با ویژگی‌های منحصر به فرد و ذاتیشان همچنان در جایگاهی که برای آن سوگند خورده‌اند ایستاده‌اند. البته این ویژگی‌ها تنها محدود به داشتن لقب شاهزاده، یعنی کسی که پدر و مادرش پادشاه و ملکه است، خلاصه نمی شود، بلکه در طول 47 سال مبارزه ویژگی‌های دیگری چون هوشیاری، بردباری، دانش سیاسی و نظامی که برخواسته از تحصیل و گذراندن دوره‌های ویژه از سنین کودکی می باشد، آگاهی از درد و نیاز جامعه، دانش تاریخی و باورمند بودن به فرهنگ و تاریخ ایران و همچنین زندگی پاک و روشن شخصی ایشان به ملت ایران و دنیا ثابت شده است. ایشان با گذشته و سرنوشتی ممتاز که برای مردم ایران قابل درک و فهم است، از نسلی آمده است مانند تمامی همسن و سالهایشان، جوانی و آرزوهایشان به دلیل روی کار آمدن حکومت و باورهای ننگین اسلامی در آینده‌ای مبهم سوخت. ایشان در همان آغاز و فقط 2 سال پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران پدر را از دست دادند. شاهد تیرباران شدن بهترین دلاورهای ارتش شاهنشاهی بودند و خوب می‌دانستند تا زمانی که رژیم اهریمنی اسلامی بر روی کار است هرگز نمی‌توانند به ایران بازگردند. من و شما به عنوان یک شهروند ایرانی که از دل جامعه برخاسته است می‌دانیم ایشان چه رنج‌هایی کشیدند، چنان که تلخی‌های روزگار را همراه یک ما چشیدند، به مانند ما زجر کشیدند، به مانند ما غم و دوری از میهن را زیستند، داغدار و سوگوار خانواده شدند، خواهر و برادر از دست دادند، خیانت و ناراستی دیدند، ناامیدی را تجربه کردند، گاه امید را زیستند. ایشان با بیگناهی در سمتی از تاریخ قرار گرفتند و علیرغم تنهایی و بیکسی و نبودن ارتش و پشتیبانی، تنها با تمام رنج‌ها و سختی‌ها، با همه خون دل خوردن‌ها، استوار چون کوه برای میهن و مردمش ایستاد و حتی برای لحظه‌ای به سوگندی که برای پاسداری و نگهبانی از ملت، پرچم و سرزمین ایران زمین خورده بودند پشت پا نزدند. تنها دارایی او در تمام این سالها عشق به میهن و مردم ایران بود، چنان که آن مردم با پدر و خانواده ایشان چنان کردند و چنین میکنند. ایشان توانستند در سطح دنیا با هوش،
کیاست و دانشی که داشتند خود را از مقام تاریخی شاهزاده به جایگاه پادشاه نه به معنای رسیدن به تاج و تخت، بلکه به معنای پدری خردمند و زیرک که توان فرماندهی تمام و کمال برای آینده و اکنون ایران را دارد. روزگاری ایشان شاهزاده‌ای در غربت و بدون هیچ ارتش و پشتیبانی بودند که توانستند پا به پای ما رشد و تجربه اندوزی کنند و آموختند چگونه و یک بار دیگر پیوند تاریخی شاه و ملت را محکم کنند. اکنون بخش گسترده‌ای از مردم ایران ایشان را نه تنها به عنوان پدر معنوی ایران زمین، بلکه به عنوان فرماندهی باهوش و جسور، دانا و قابل اعتماد می‌دانند و با تمام وجود به ایشان پیمان وفاداری بستند. این فرمانده خردمند با آگاهی از پیشینه باشکوه ارتش شاهنشاهی نه تنها پیوند مردم و اقوام ایران را با یکدیگر محکم کردند، بلکه نهاد و اندیشه ملت را با فرمان ایجاد گارد جاویدان به ریشه های تاریخی ارزشمندشان گره زدند. گویی ارتش گارد جاویدان بار دیگر از دل تاریخ بلند شده است تا سرزمین ایران پابرجاتر و استوارتر از پیش از دل تاریکی ها سر برون آورد. این پیوند تاریخی برای من ایرانی به مانند این است که تکرار تاریخ همیشه برای آموختن از تجربه و درس‌های تلخ و پردرد نیست، که میتوان تجربه های زیبای تاریخمان را دوباره زنده کرد. این مهم از ماندن رد پاهایی است که از دل گذشته برای ما به یادگار مانده و به راستی که شهریار شاه ما با آگاهی و شناخت کامل فرهنگ و تاریخمان ما را به آن سوی هدایت کرده و می کنند. بازسازی گارد جاویدان تا بدانجا قوی و ریشه دار است که ارتش ایران محکوم به سکوت و تنها تماشاگر بود، امروز فرماندهی شایسته و درخوری شده است که میتواند با دلاوری و شجاعت برای ایران و ایرانی جانفشانی کند. ارتش پنهان شاهنشاهی اکنون با قدرت هرچه تمامتر نشان داد که با وجود خطراتی که در سر راهش قرار دارد باید صدا و پشت و پناه مردمی باشد که از دل آنها برخاسته است. آری، این گونه است که پیوند ناگسستنی شاه و ملت مردم را امیدوار به فرمان شاه و شاه را دلگرم به پشتیبانی مردم و ارتش می کند. و در پایان باید بگویم ما تاریخ را دوباره در نام با شکوه گارد جاویدان و ارتش شاهنشاهی می سازیم، ولی این بار با چشمانی باز، نه از روی ناآگاهی و نادانی، بلکه از روی دانایی و دانستگی تکرار می کنیم و آن را با روح و جان خود برابر می دانیم. ما از بدیهای تاریخ گذشته ایم، ما خود را پالایش کرده ایم و این بار بخشی از تاریخ را تکرار خواهیم کرد تا ایران را دوباره ایران کنیم. گارد جاویدان را با دلاوری و ایستادگی از لابلای برگ‌های تاریخ دوباره زنده خواهیم کرد. پشت در پشت هم، کنار در کنار هم می ایستیم تا ایران را دوباره خانه شیران کنیم. ما ارتشی خواهیم بود که به فرمان شاه ضحاک را به زیر خواهیم کشاند و بر خرابه های گورش
فرهنگ و باورهای ایرانی را عاشقانه زنده خواهیم کرد و در آن روز دخترکان و پسرک‌های ایرانی ترانه خوان و شاد در کوچه پس کوچه های شهر رقصان به سوی آینده‌ای شاد و زیبا دوان خواهند شد و آن زمان مادر دلاوری با چشمانی خیس از دلتنگی فرزند و امید به ایران در گوشه‌ای پشت دار قالی خواهد نشست و داستان رنج و دلتنگی و دلاوری هایش را بر آن رج خواهد زد. چشمانت را برای لحظه‌ای ببند و آینده زیبای ایران را تصور کن و از خود بپرس که آیا ارزشش را داشت؟ پاسخ بله، بسیار. ولی ای کاش زودتر می ایستادیم و پیروزی را پیشتر از امروز در آغوش می کشیدیم.